روز کریسمس، یعنی اونا میگن که در این روز کی تولد شده؟ С праздником Рождества Христова. بچه خدا تولد شده. ما دیگر ناچاریم، ما ضروریم که در هر یک رسم هاشون، در هر یک ایده هاشون مقصد اونها را تبریک بگیم، تهنیه بگیم. این حالا وقتی که تو برازو میگی مبارک چی مانا؟ یعنی مبارک ولادت بچه خدا. و بسیاری کساس اینی عمق گپ نمیفهمن، نام خدا مفتی میمانه، مفت گپ زده میره. مفت باید گپ نزنه کسی. حداقل عقیده خدا بفهمه که اینی چی مانا میده. آیا او نصرانی که میکنه، آیا او تجلیل میکنه امروز از ولادت عیسی مسیحی که پیغمبر است؟ برو پرسانش کن، حداقل سادش کن. بگو برادر امیر روز کی تولد شده؟ میگه عیسی مسیح. بگو کیست عیسی مسیح؟ Jesus Christ. میگه son of God، بچه خدا هست. خب او میگه من تجلیل میکنم تولد بچه خدا را، و تو میگی مبارک باشه. من سجده میکنم برای عیسی مسیح، خدای مثل العیاذ بالله عیسی مسیح. در کدام کلیسا شما نام الله را دیدین؟ در کدام کلیسا نام الله نوشته است؟ در هر کلیسایی که شما امروز برین، اینترنت است، نوشته کنین چرچ و نوشته کنین، در هر کلیسا داخلش نشان میده که اون مجسمه کی است؟ مجسمه عیسی مسیح است و مجسمه دروغینش است و اونم مجسمه است که در صلیب آویزان شده و وقتی که از بهش پرسان که بگی اینمی کی است؟ میگه این بچه خدا هست. آل جناب مفتی صاحب میخیزه فتوا میده که اینمی را تو بخی چی کن؟ تبریکی بده. پروا نداره. چرا پروا نداره؟ به خاطر پروا داره. فهمید یعنی؟ لكن يحرم على المسلم ان يرضى بشعائر الكفر. بله مسلمان حرام است که به شعائر کفر چی باشه؟ راضی باشه. الرضا بالکفر کفر. رضایت به کفر چی است؟ کفر. این حاضر در دست من برادرای عزیز و گرامی، اینمی کتاب اگر دیده باشین، اینمی کتاب نامش مجموعة الرسائل فی بیان المسائل بلغت الفارسی. با لغت فارسی های صاحب کتاب کیه؟ مولانا الاستاذ محمد حایتی. خدا رحمت کنه. داملا محمدی، داملا محمدی حایتی کنسنگیر. بین در همینجا صحیفه 89 میگد که باب دارد بیان جوایز مخالطه و معاشره در امور دنیوی با کفار. ببین همون یعنی معامله های دنیوی با مردمی غیر دین. اینجا 2-3 صحیفه برادر عزیز برای ما نویسنده دادن. من بعضی جاهاشو میخونم. میگد که مسلمان ناچارن که در معاملات و رسوم و عادات دنیوی با مردم غیر دین موافقه و اختلاط کنند و در عیدها و جشنواره های همدیگر را تهنیه و تبریک کنند و این تهنیه و تبریک از جانب مسلمان ها برای مردم غیر مسلمان در عیدها و دیگر رسوم آنها برای موافقه و مراسای ظاهری به آنها هست، نه از روی دوستی باطنی. ببینید برادران از چقدر آدمای با حکمتن. همین حضرت داملا را ببینید چقدر مقصد جهانبینی دارن. حضرت میگد که یعنی در هر یک ایده هایی که شما دارین، دیده که در عید قربان، عید رمضان شما را تبریک میکنن. وقتی تبریکتون کردن شما رحمتشون بگین. در همون روزهای عیدتون یگان هدیه شون بدین. وقتی اونها عید کردن شما تبریکشون کنین. میگن بین زیرا شما میگن ناچارین، شما در ملک هوا زندگی دارین، شما دیگر ضروره که با اونها میگه در همین مسئله ها چیکار کنین؟ معامله کنین. میگه
علامه ابن القیم رحمه الله در کتاب احکام الذمه در جلد اول صفحه 205 میگه و اما التهنئه بشعائر الكفر المختصه به فحرام بالاتفاق. یعنی اگر این روز کس مبارکی میته برای غیر مسلمان ها، روز مقدسشانه مبارکی میده که مبارک باشه. اول کلمه مبارک میفهمین؟ یعنی الله را با برکت بگردانه. او بتای خودم اونجا پیش میکنه، تو میگم این بت الله برکت بده. کلمه کفر شد. و رضا بالکفر کفرن. از این خاطر میگه که مبارکی دادن برای غیر مسلمان ها در شعائر الکفر که این روز کریسمس هم یکی از شعائر کفری از اونها هست و این سرش میگیم که چرا شعائر کفری است. مثل ان یهنئهم به اعیادهم و صومهم، مثل که برش تبریکی به عیدهایشان یا بر روزهایی که اونا میگیرن. فیقول عید مبارک علیک او تهنأ بهذا العید و نحوی. فهذا ان سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. اگر اینمی چیز و هو به منزلت ان یهنئه بسجوده للصلیب. میگه چرا این حرام است؟ میگه مثل که یک نفر عیدش مثل همیست یک نفر سجده میکنه برای بت، برای صلیب، به مجسمه و تو برش میگی که مبارک باشه. گفتم میتونی؟ پس او اینمی روز چی عقیده داره؟ چی رو تجلیل میکنه؟ خونمو عقیده که ضد عقیده موضوع است. موضوع میگم که عیسی علیه السلام الله میگه و ما قتلوه و ما صلبوه، او را قتل نکردن، صلیب نکردن. متوجه هستین؟ بل رفعه الله. موضوع عقیده داریم که الله او را به آسمان بلند کرده و در آخر زمان دوباره حضرت عیسی مسیح میایه و بالاخره صلیب به دست خود میشکنن و بر مردم ثابت میکنه. موضوعی تو عقیده موضوع او به ضد عقیده موضوع میگه که نه صاحب این عید کریسمس است، این عید هست، عید صلیبی ها هست. اینا عقیده دارن که عیسی مسیح که است اونجا باز شراب میمانن، میگه این خون عیسی مسیح است. اونجا یک توتک نان میرن، میگه این گوشت عیسی مسیح است. یعنی ایده که تو بخوری این گوشت عیسی مسیح است، این خون عیسی مسیح است، این واینی شراب و این میره و اینجا توضیح میکنن و به این عقیده است که عیسی مسیح علیه السلام کشته شده، در صلیب اویزان شده. اینی قسم است. پس وقتی که میری برازو میگه که مبارک باشه، اینه می تو در حقیقت امو عقیده از رو چی کردی؟ تایید کردی. خب دیگه یک عالم دیگه میگه که یأثم الانسان اذا فعل شیئا مما ذکر بغیر قصد. اگر میگه این چیزا را بدون قصد کرده باشه این گناهگار میشه. و انما فعله اما مجامله او حیاء او احراجا او غیر ذلك. و هل يجوز التشبه بهم؟ وقتی که از پیش مفتیای اسلام پرسان کردن که یک نفر به خاطر حیا یا به خاطر سرش فشار است یا به خاطر میخواد که تو مجامله بکنه به امرای از اونا، دیگه چی است؟ گفت این چطور است؟ فاجاب. پس این علامه ابن عثیمین که یکی از مفتی ها بودن، اینا میگه چی است؟ تهنئه الکفار بعید الکریسمس او غیره من اعیادهم الدینیه حرام بالاتفاق. با اتفاق علمای اسلام چی است؟ این حرام است. کما نقل ذلك ابن القیم رحمه الله. خب دیگه چی؟ دیگه اینال این علما وقتی که دستار میگن، وقتی که میگه چی است؟ خب چرا میگه این حرام است و چرا ناروا هست؟ میگه به خاطر ازی که این در حقیقت لان فيها اقرار لما هم علیه من شعائر الكفر. به خاطر چی حرام است؟ به خاطر ازی که این اقرار است با اونا به چی؟ به شعائر کفریشان. و رضا به لهم، و رضایت خدا بر از اونا نشان میده. وقتی که برای یک هندو و بت خدا بت پرستی را مجلس داره، تو برش میگه مبارک باشه این روز بت پرستیت، مبارک باشه این قتل عیسی مسیحی که تو عقیده داری، مبارک باشه این فلانی تو، مبارک باشه این فلانی است. الهال اونو اعتقاداتی که اینا دارن، اونا عقیده دارن که در این روز کریسمس بچه خدا تولد شده. گپ دقیق فهمیدین؟ اصل گپ در کجا هست؟ روز کریسمس یعنی اونا میگن که در این روز کی تولد شده؟ بچه خدا تولد شده. Son of God تولد شده میگن. پس این حال وقتی که تو برازو میگی مبارک چی مانا؟ یعنی مبارک ولادت بچه خدا. و اینجا گپ چیست؟ و بسیاری کساس اینی عمق گپ نمیفهمن، نام خدا مفتی میمانه، مفت گپ زده میره. مفت باید گپ نزنه کس. حداقل عقیده خدا
بفهمه که اینمی چی معنا میده. آیا او نصرانی که میکنه، آیا او تجلیل میکنه امروز از ولادت عیسی مسیحی که پیغمبر است؟ برو پرسانش کن، حداقل سادش کن. بگو برادر امیر روز کی تولد شده؟ میگه عیسی مسیح. بگو کیست عیسی مسیح؟ جیسوس کرایست. میگه son of God، بچه خدا هست. خب او میگه من تجلیل میکنم تولد بچه خدا را و تو میگی مبارک باشه. من سجده میکنم برای عیسی مسیح، خدای مثل العیاذ بالله عیسی مسیح. در کدام کلیسا شما نام الله را دیدین؟ در کدام کلیسا نام الله نوشته است؟ در هر کلیسایی که شما امروز برین، اینترنت است، نوشته کنین چرچ و نوشته کنین، در هر کلیسا داخلش نشان میده که اون مجسمه کی است؟ مجسمه عیسی مسیح است و مجسمه دروغینش است و اونم مجسمه است که در صلیب آویزان شده و وقتی که از بهش پرسان که بگی اینمی کی است، میگه این بچه خدا هست. آل جناب مفتی صاحب میخیزه فتوا میده که اینمی را تو بخیچی که تبریکی بده، پروا نداره. چرا پروا نداره؟ به خاطر پروا داره. فهمید یعنی؟ لكن يحرم على المسلم ان يرضى بشعائر الكفر. بله مسلمان حرام است که به شعائر کفر چی باشه؟ راضی باشه. الرضا بالکفر کفر. رضایت به کفر چی است؟ کفر است. اینم از مفتی های اسلام پرسان کن، بگو همین جمله چی معنی که الرضا بالکفر کفر؟ وقتی که رضایت به کفر کفر است. آل ایمه خیزه درخت را جور میکنه که این مربوط میشه به کریسمس. کریسمس چی است؟ روز تولد بچه خدا. به عقیده از اونا. پس وقتی که تو روز تولد بچه خدا را برش تبریکی میتی یا بر از او درخت جور میکنی، آیا درست است؟ الله سبحانه تعالی میگه که ان تکفروا، ای مردم اگر شما کافر شوین، فان الله غنی عنکم، الله غنی از شما، ولا یرضی لعباده الکفر، الله بر بنده های خود به کفرشان رضایت نداره. الله پیغمبر فرستاده، الله کتاب فرستاده، الله قرآن فرستاده، الله سنت فرستاده و در اینجا الله به این خاطر این دین فرستاده که برای بنده های خود رضایت کفر نداره و برشان گفتن که وقضى ربک، و فیصله کرد پروردگار تو ان لا تعبدوا الا الله، که عبادت نکنین بغیر از الله. الله فیصله کرده که بغیر از الله کسی دیگه را عبادت نکنین. اونا میخیزن یک شخص را، یک پیغمبر را عبادت میکنن، باز شما میخیزن بر از اونا چی میکنین؟ مخالف رضایت الله. و شما چی میکنین؟ بر از او تبریکی میتین